نشست تاشکند با تاکید تشکیل حکومت هم‌اقوام در افغانستان آغاز شد. سفیر اتحادیه اروپا میگوید که حکومت فراگیر ایجاد شود. نسخه پاکستانی برای دختران افغانستانی. اسلام آباد میگوید که برای دختران و پسران افغانستان خدمات آموزش مجازی را ارائه میکند. آغاز دوباره راه بیرون شدن از افغانستان. ایتالیا مسیر را برای ورود پناهجویان افغانستان به این کشور باز کرده است. نگرانی جهان پس از حاکمیت طالبان. قرقیزستان میگوید که از فعالیت تروریستی در افغانستان نگران است. و خط و نشان تازه مسکو. روسیه میگوید که میخواهد با امر رژیم غیر قابل قبول در اوکراین پایان دهد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آموج نیوز خوش آمدید. نشست بین المللی تاشکند درباره افغانستان امروز سه‌شنبه آغاز شد. در این نشست نمایندگان امریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، چین، بریتانیا، هند، ایران، پاکستان و چند کشور دیگر حضور دارند. ازبکستان گفته که حضور طالبان در این نشست به معنای به رسمیت شناختن رژیم این گروه نیست. طالبان قسمت از سخنرانی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه در نشست تاشکند را منتشر کردند. متقی در این سخنرانی از برگزاری نشست تاشکند استقبال کرد و گفت که پیش از این همه کنفرانس ها در مورد آوردن صلح و قطع خشونت در افغانستان برگزار می شد، اما از این که برای اولین بار نشست در مورد توسعه اقتصادی افغانستان برگزار می شود استقبال می کند. امیرخان متقی از ایجاد نهادهای امنیتی و دفاعی طالبان، ساختن بودجه ملی بدون اتکا به کمک خارجی، عفو عمومی مخالفان سیاسی و نظامی توسط رهبر این گروه، ایجاد کمیته دعوت از سیاسیون افغان در خارج از کشور، باز بودن مکاتب و دانشگاه‌ها در سراسر کشور و برقراری صلح و امنیت سرتاسری به عنوان دستاوردهای این گروه در 11 ماه گذشته یادآوری کرد. امیرخان متقی گفت که افغانستان در حال حاضر کمتر از 10 میلیون دانش آموز مشغول آموزش دارد. این در حالی است که بیش از 312 روز می شود که طالبان مانع بازگشایی مکاتب دخترانه دوره ثانوی در افغانستان شدند. خبرهایی از کشتارهای انتقام جویانه و قتل‌های مرموز گسترده به طور روزانه در رسانه‌های مستقل افغانستان منتشر می شود. در همین حال توماس نیکلاسون، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان که در این نشست حضور دارد، گفته است که افغانستان نیاز به حکومت دارد که همه گروه‌های قومی و مذهبی حرف به گفتن داشته باشند. مخالفان سیاسی طالبان در خارج از کشور نیز اعلام کردند که به روندی که این گروه برای بازگشت سیاسیون برآ انداخته‌اند اعتماد ندارند و آن را بازی و نیرنگ طالبان خواندند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود روز دوشنبه اعلام کرد که این جبهه از هر گونه تلاشی که به خاطر پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای معضل افغانستان باشد استقبال می‌کند، اما از هیچ نشستی که به خاطر مشروعیت بخشیدن به یک گروه جنایتکار تروریستی و عادی نشان دادن اشغالگران طالبان برگزار شود قطعا استقبال نخواهد کرد. شمار دیگر از سیاسیون نیز دولت ازبکستان را به خاطر دعوت هیئت طالبان در این نشست مورد انتقاد قرار دادند. وزارت خارجه امریکا اعلام کرده است که تام ویست و رینا امیری، نمایندگان ویژه امریکا در امور افغانستان، در نشست بین المللی تاشکند شرکت کردند. وزارت خارجه هند نیز اعلام کرده است که هیئت را به ریاست جی پی سنگ، دبیر این وزارت در بخش پاکستان، افغانستان و ایران را به نشست اعزام کرده است. تاشکند گفته است در این نشست درباره هماهنگی کمک‌های جامعه بین المللی، گفتگو با طالبان درباره ایجاد یک حکومت فراگیر، احترام به حقوق زنان و تضمین دسترسی دختران با آموزش کامل، تضمین مقام‌های طالبان مبنی بر جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای حمله به منافع امنیت کشورهای همسایه، منطقه و جهان و اهمیت آزادسازی پول مسدود شده افغانستان صحبت خواهد شد. عارف علوی، رئیس جمهور پاکستان، روز گذشته دوشنبه 3 اسد در اعلامیه گفته است که در نتیجه دیدارهای مکرر مفتی تقی عثمان، روحانی ارشد پاکستان با طالبان، این کشور قصد دارد تا از طریق اینترنت یا تلویزیون به دختران و پسران در افغانستان آموزش دهد. در این اعلامیه همچنان آمده است از آن جایی که در افغانستان اینترنت سراسری وجود ندارد، در ابتدا محتوای آموزشی از طریق تلویزیون به دانش آموزان افغان رسانده خواهد شد. رئیس جمهور پاکستان تاکید کرده است
دستور آموزش برای همه است، نه جنسیت خاص، و اسلام بر تعلیم و تربیت همه بدون تبعیض بین زن و مرد تاکید می‌کند. با توجه به سنت‌های خاص اقتصادی و اجتماعی افغانستان و بر اساس وعده رهبری این کشور می‌توان تمهیدات ویژه برای تعلیم و تربیت اندیشید. عارف علوی با ابراز نگرانی در مورد بسته ماندن دروازه مکتب‌ها بر روی دختران بالاتر از صنف 6 افزوده که طالبان باید به خاطر رفع این نگرانی از هر تدابیر و راه ممکن برای ارائه آموزش به زنان مطابق با اولویت‌های خود اقدام‌های روی دست بگیرند. او در دیدار با سفیر و دیگر مقام‌های طالبان خاطر نشان ساخته که توسعه منابع انسانی بدون ارائه آموزش به مردم امکان پذیر نیست و علاوه کرده است که پاکستان با فراهم کردن امکانات آموزشی مجازی در افغانستان خواهان صلح و رفاه در این کشور است. با گذشت بیش از 300 روز از بسته ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم، مقام‌های طالبان میگویند که برای بازگشایی این مکتب‌ها منتظر حکم ملا هیبت الله رهبرشان است. وزارت خارجه ایتالیا روز دوشنبه اعلام کرد که نخستین گروه پناهندگان افغان که شامل 300 نفر می شود در چارچوب طرح دهلیز بشردوستانه از ایران و پاکستان وارد ایتالیا شدند. این دهلیز زمینه ورود پناهجویان بیشتر را به این کشور فراهم می کند که از ترس طالبان از افغانستان فرار کردند. وزارت خارجه ایتالیا گفت که هدف از این طرح کمک به پناهجویان و افغانهای تحت پیگرد است تا زندگی با کرامت و امن در اینجا در آینده داشته باشند که با آمدن طالبان در افغانستان از گرفته شده است. حکومت ایتالیا در چارچوب این طرح که در همکاری با سازمان‌های خیریه ایتالیا و بین المللی ایجاد شده قصد دارد به اسکان 1200 مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان و دیگر کشورهای همسایه افغانستان در ایتالیا کمک کند. در این طرح اسکان اولویت با زنان و کودکان افغان است. به نقل از اسوسییتد پریس شمار پناهندگان افغان که از طریق قاچاق وارد ایتالیا می‌شوند در حال افزایش است. بنا به آمار سازمان ملل امسال 3280 پناهجوی افغان از مسیر دریا خود را به این کشور رساندند. به گفته این سازمان حالا افغان‌ها رقم غالب پناهجویان را تشکیل می‌دهند که مسیر خطرناک دریایی را برای ورود به اروپا در پیش می‌گیرند. حکومت ایتالیا می‌گوید که در چند سال گذشته کوشیده است تا مسیرهای قانونی ورود را برای پناهندگان ایجاد کنند تا آنان مجبور به سفرهای خطرناک قاچاقی نشوند. اما شمار کم از این پناهجویان توانستند که از مسیر مورد نظر ایتالیا خود را به این کشور برسانند. مقامات ایتالیایی می‌گویند که در 2 روز گذشته بیش از 1100 پناهجو را در دریای مدیترانه از غرق شدن نجات دادند. رئیس جمهور قرقیزستان در نشست کشورهای ترک زبان گفته است که فعالیت‌های تروریستی در خاورمیانه و افغانستان به مقیاس رسیده است که همه کشورهای منطقه را تهدید می‌کند. صدر جباروف گفته که برای جلوگیری از گسترش آن نیاز به توجه ویژه است که با سازوکارهای مشترک می‌توان جلوی آن را گرفت. رئیس جمهور قرقیزستان افزوده که عصر حاضر نیازمند رویکرد جدید برای حل مشکلات و غلبه بر چالش‌ها و تهدیدهاست. 24مین نشست کشورهای ترک زبان روز سه‌شنبه در شهر چلگون اتا در قرقیزستان برگزار شده است. صدر جباروف گفت که بحث‌های سازنده و معنادار در این چارچوب برای تامین امنیت جامعه ترک زبان خواهد داشت. او همچنین افزود که این کنفرانس بستر مهمی برای همکاری و تعامل در زمینه امنیت تبدیل شده است. کنفرانس کشورهای ترک زبان در سال 1998 میلادی با اشتراک جمهوری‌های قرقیزستان، آذربایجان، قزاقستان و ترکیه تشکیل شد. در سال 2018 سرویس امنیتی ازبکستان به عنوان عضو رسمی کنفرانس پیوست. همزمان با راکتباری و بمباران شهرهای اوکراین، وزیر خارجه روسیه در مصر گفت که مسکو قصد دارد با آزاد کردن مردم اوکراین از دست رژیم غیر قابل قبول در کیف کمک کند. پیش از این روسیه طرح تغییر حکومت زلنسکی را رد کرده بود. به نقل از اسوسییتد پریس، سرگئی لاروف روز یکشنبه در نشست اتحادیه عرب در قاهره با اشاره به حکومت ولودیمیر زلنسکی گفت که روسیه مصمم است علاوه بر شرق اوکراین به مردم در مناطق دیگر این کشور نیز کمک کند که خود را از دست این رژیم ضد مردمی و ضد تاریخی خلاص کنند. این اظهارات وزیر خارجه روسیه نشان می‌دهد که مسکو گام به گام اهداف نظامی و سیاسی خود را در اوکراین وسیع می‌سازد. او هفته پیش بیان کرد که روسیه علاوه بر دونباس در شرق مناطق چون خرسون را نیز تسخیر خواهد کرد. حکومت روسیه همزمان با نزدیک شدن نیروهای روسی و پایتخت اوکراین در ماه مارچ رد کرده بود که یک هدف عملیات نظامی آن سرنگونی حکومت زلنسکی است که از طریق انتخابات قدرت را به دست آورده است.